روز اول بیان کردم طالبان مسلمانان مجاهدند با دنیا وارد گفتگو شدند. این پیشرفت بزرگیه. بر مردم افغانستان واجبه که با طالبان بیعت کنند. گاهی برادرها سر من انتقاد میکنه که مولوی صاحب تو خودت عالم هستی، از دهنت چی فاش میبرایه، فاش میگی، بد میگی، علما را بد میگی، لعنت میگی. من میگم که نه، تو خبر نداری. لعنت الله گفته. الله میفرماید کسی که حکم الله را پنهان میکنه در قرآن کریم، عالمی که حق تابعداری نمیکنه، کتمان حق میکنه، او را سگ گفته. که عالمی که بیان نمیکنه دین به مردم، او را خر گفته. نعوذ بالله. الله میگه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسی که کتمان میکنه آن چیزی را که الله میگه ما در کتاب بیان کردم برای مردم، و این مردم بیان نمیکنه، این مردم کدام طایفه است؟ الله میگه سریازی الله لعنت میگه و هر چیزی که لیاقتی لعنت گفتن داره، مایه و پرندم سرش لعنت میگه. دیگر خود چی میکنی؟ أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر، سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر.